عزیزان اینو میدونستین؟ چیزکیک یه زمان انقدر غذای سالمی بود که خوراک ورزشکارای المپیک بود و به عنوان یک وعده خوراک اصلی استفاده میشد. در 776 سال قبل از میلاد مسیح توسط یونانیان این خوراک خوشمزه تهیه شد و بعد توسط رومیان به کل اروپا ارسال شد. حالا مواد این دسر خوشمزه که به عنوان خوراک اصلی استفاده می شد چی بود؟ پنیر بود و عسل و رومیا بعد از یه مدتی مغزها هم بهش اضافه کردن. وقتی به اروپا سفر کرد در هر نقطه و مکانی اینو با طعم و مزه مختلفی درست میکردن. در قرن 19 هم به امریکا سفر کرد و زمانی بود که پنیر خامه‌ای رو اینا تهیه کرده بودن و تولید میکردن، اومدن با پنیر خامه‌ای هم درست کردن که بهش میگن چیزکیک نیویورکی. ژاپنیا هم که روی چیزکیک قوقا کردن با طعم و مزه های مختلف. گاهی فکر میکنم بد نیست برگردیم به اون زمانها خوراکامون بشه خوراکای ورزشکاری و سالم و سلامتی خودمون رو بیشتر حفظ کنیم و گاهی یه گذری هم بزنیم به چیزکیک های خوشمزه دیگه‌ای که میتونیم تهیه کنیم. اینو میدونین در کلاس های مجازی ساناسانیا کلی دسرهای خوشمزه و مغذی برای شما در نظر گرفتیم و این دسرهای خوشمزه رو در کلاس های مجازی ساناسانیا آموزش ببینین. منتظر تماس تک تک شماها هستم.